یک مجوسی خودش علاق پرست در بازار گیر میگردد، بچهش طعام خورده است در ماه رمضان، بچه میزند، میگه برای چی حرمت مسلمانان را نکردی که همه قدر مسلمانان روزدار هستن، تو باشی در این بین قوم و جمعیت ناموس نکرده روزت خورده ساده. وقتی میگه عمرش با آخر میرسد، الله سبحانه و تعالی فرمان میکند که عذاب از این بندم برداره. برای چی میگن؟ فرشته ها میگن سببش حرمت کردن چی؟ ماه رمضان. حرمت کردن مسلمانان طاقت نکرده بچه لطو کوب کرد، الله سبحانه و تعالی الحمدلله چکا کرد؟ گناهش گذشت. میگد گرچه این خدا خواهد ضعیف باشدم، گرچه انشاءالله خدا خواهد قوی نباشدم، لیکن بسیار انشاءالله اهمیت بلند دارد نسبت مسلمانی که مسلمان شده آشکارا امروز عرق خورده گشته است، آشکارا امروز فساد کرده گشته است. بدبخت اخلا از مردم نه، از آفریدگارش ناموس نمیکنند، ناانصاف از خداش ناموس کنند. انشاءالله خدا خواهد نفس انشاءالله دارد، گرچه امروز این پشتبان ها دارند. وقتی که ما تحقیرش میکنیم، خدا خواهد چقدر مردم با پشتیبه میگیرن، اطراف خدا خواهد با مثل خودش به روز ها با حمایش میکنن. میگه چی نگم میزنی تاخی؟ تو کار چیه؟ گیره میگیره نگیره نمیگیره، کار چیه کتی نمیشد. الحمدلله مسلمان آینه مسلمان است انشاءالله خدا خواهد. مسلمان باید مسلمان خطاهاش اصلاح کند. الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم و شان میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بینکم. شما به دیگر اکا و دادر هستیم، باز اصلاح کنیم بین یک دیگر خطاهاتون. پیغمبر بزرگوار محمد صلی الله علیه وسلم در حدیث صحیح میگن بسم الله الرحمن الرحیم قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا رأى منکرا فلیغیر بیده فإن لم یستطع فبلسانه فإن لم یستطع فبالقلب وهو اضعف الایمان. وقتی که میگه شما یک منکرات شریعت میبینی باید با دستت زن، با دستت نمیتونی با زبانت گو. ای خدا ناموس نمیکنی؟ ناانصاف در این ماه مبارک اقلا زبانت که نمیگویش. وقتی که میگه با زبان نمیتونی با دلت و بد بین. لیکن سیوم ستیه که پیغمبری بزرگوار موند این اضعف الایمان، این ایمان ضعیف بودنش دلالت میکنه. میگه چون دو ستیه بالای نکردی. امر و معروف فرض است عزیزان من. امر و معروف دیگه چی است؟ کاری خوب نه آدم ها را سفربر کردن. نماز کن، طاعت عبادت کن، روزگی زکات حج کن، از کس آزار نده، عرق نخور، زنا نکن. نهی از منکر از گناه باز داشتن مردم است. میبینی اقلا یه بار بگو شایی از خدا ناموس میکنی آخه تو میتونی سخاب زور تو. لیکن الله سبحانه و تعالی انشاءالله محکمه سودی دارد. فقط سودت میکند این عملایی که میکنی. این محکمه های سودی امروزه میبینه همچنان الله هم محکمه دارد. روز قیامت یک ما شما را سود میکند انشاءالله. و سود نه از خدا خواهد عالما کشیده تا پسترین همه حضور میکند. آنچه که در دنیا که کردیم چیکار میکنیم؟ یک انشاءالله جواب میدیم. این دنیا میگذرد، این دنیا 4 روز است، 5 روز است. خدا در قرآن با محمد صلی الله علیه و میگه استعیذ بالله و قل متاع الدنیا قلیل والآخرة لمن اتقى. ای محمد متاع دنیا اندک 40 و 50 سال 60 70 سال خلاص بگو شو در این اندک عمر آخرت ای دست نتیم.
آخرت برای کی است؟ برای تقوادارها، برای پرهیزکارها، برای که فرمان آفریدگارش میکرگیانده چی است؟ انشاءالله اون آخرت است. گفتی حضرت عمر عز دنیا بالمالی و عز الاخرت بعمل صالح. عزیزی دنیا میگه بمال است، امروز مال داری، انشاءالله ماشین داری، خانه زیبا داری، صاحب حرمت عزت هستی. نزد مردم بای بچت میگن، بایکت میگن. امروز انشاءالله خدا خواهد یا یگان منصب نه صاحب هستی، همه حرمت میکنه، همه زیر دست فرمان بردار است. لیکن روز قیامت که انشاءالله خدا خواهد فرمان بردار میشده است، روز قیامت که بهتر میشده است؟ من عملا صالحا، کسی که عمل صالح کنه، فرمان الله شه بجا بیارد، 5 وقت نماز خونه، روزه ماه شریف رمضان دارد، زکات یا حج کنه، طواف خانه کعبه کنه، حلال خوره حرام نخوره، نفس چه انشاءالله خدا خواهد دارد زورش رسه در دنیا و انشاءالله خدا خواهد چی میشود؟ نجات میابد. عیناً موضوع ما و شما امروز نفس است. عزیزانی من، نفس را داریم. این نفس هر چنین خواهش ها دارد. نفس دو معنی دارد. نفس است معنای چی است؟ دمیدن، پوف کردن است. نفس است روح است، جان است. الله سبحانه و تعالی مثل ما و شما همین نفس خدا آفریدگی است. خیلی که تکرار شدم، من خدا خواهد قبلا 2 هفته پیش درباره نفس انشاءالله عقل صحبت کردیم. نفس میگم با همین نفس الله سبحانه و تعالی مثل ما و شما آفرید. خدا گفت ای نفس پیشتر بیا، نفس نجنبید. ای نفس گفت عقیبتر برو، نفس نجنبید. خدا سواش داد که ای نفس تو کی هستی؟ من کی هستم؟ نفس گفت تو هستی، من هستم. خدای تعالی 100 سال میگه در آتش دوزخ سوختش، عذابش داد. حالی دوزخ از دنیا پیدا شده که دوزخ های، از دنیا پیدا شده که جنت های. دوزخ حبسخانه الهی است. الله سبحانه و تعالی کسانی که فرمانی و بجا نمیارن البته به دوزخ داخلت میکنن. کسانی که فرمانی الله بجا میارن به جنت بوستای سرا دارد با انشاءالله خدا خواهد. یک جای عیشی و معیشت میکنه که راحت میکنه که جا دارد. بعد 100 سال میگه نفس برآورد، گفت نفس تو کی هستی؟ من کی هستم؟ با نفس تو هستی، منم. گفت با سرکشی کرد. 100 سال دیگر به عذاب گشنگی مبتلاش کرد. بعد 100 سال دیگر وقتی که برآوردش پرسش که از نفس تو کی هستی؟ من کی هستم؟ گفت تو آفریدگاری من هستی، من بنده ضعیفی تو هستم. برای همین ما 1 ماه نفس آزار میتیم. کسی که نفس زورش رسید روزه ماه شریف رمضان داشت، طوری می؟ الا کسی که زورش نرسید چیکار کرد؟ این روزه رو خورد، گفت تشنه ماندم، گوش نماندم و ها کذا دیگر. لیکن نمیداند که این سنجش الهی است. الله هر سال 1 ماه ما و شما را میسنجد، نفسامونه که زورمون میرسه مینه. سنجش الهی است. خدا میتونست که این روزه رو فقط ماه چی بیارد؟ زمستان بیارد. میتونست خدا طوری می؟ فقط زمستان که خدا خواهد ماه دکبره که نجاش میکرد، اگر خدا خواهد 8 ساعت خدا خواهد روزه میگرفتی انشاءالله خدا خواهد دیگر میتونست. لیکن خدا سنجید کنی، گفت من در تیرما میارمش کنی چند کس روزه میگیری، در زمستان میارمش یعنی چند کس روزه میگیری، در تابستان میارش انشاءالله خدا خواهد من آورد گذشت تابستان یعنی 4 روزه گرفت. اینچنین در بهار 4 فصل که خداوند دورش میزنونه کنی میسنجد.
آیا حقیقی بنده خدا باشی؟ انشاءالله کدام فصل و کدام ماه کدام سال کدام دور و زمانی سری است می گوشنگی است می وقتی که این ماه می آید چیکار میکنی؟ روزه رو میگیری. این وابسته به زمان نیست عزیزانی من. بعضی اتئیستا به خداها دوره های بود که میگفتن این روزه برای اکونومیک است. اینا محمد برای اکونومیک آورده است. این برای اکونومیک نیست، این سنجش الهی است. فرمان خدا را خدا خواهد یک ماه سنجیده دیده میبینه شما خیلی چی کار میکنی؟ حالی زمستون شاید خدا خواهد گاوا هم روزه میگیرم بعد کودکان هم روزه میگیرم بعد. این روزش روزه حقیقی است. سرطان انگیز روزه حقیقی است. ماه ایون ایول آگوست حقیقی ارگنه روزه است که این نگاه آتش دوزخ خاموش میکند. افسوس لیکن برای شما نسبت ما خدا آسمانات بینیم برای شما چقدر شانسا دادگی است. با کدام ماهی می آید در دکمبر بیاد مسافر باشی میخری فرق ندارد. در دکمبر بیادم سفر که برمدی اجازت داری اختیار داری روزت بخری بیمار شی میخری همون دکمبر نم چه سرطان و چی وینه حضور که پیدا شد بیمار شدی خطه اداره کردن نتونستی روزه گرفته نتونستی میخری روزت چی فرق؟ بعد همین خیلی عقیده که دی زندگی نکن انشاءالله خدا خواهد. گفتی حضرت مولا میگد هر کی در محبت دعوا کند 100,000 امتحان بر او کند. گر بود صادق کشد باری جفا ور بود کاذب گریزد از بلا. الله سبحانه و تعالی از دنیایی که اومدی قدم که موندی تا دم مردن 100,000 امتحان نکنه. 100,000 میسنجد چی یک میلیسن هم مبتلات میکنه چی یک پرکراتور هم مبتلات میکنه که میسنجد ایمان چیه. یک گوشنگین ده خدا میسنجد یک سیرین ده یک خرسندین ده یک شادین ده یک غم ده. گاها بچه شیرین میمرد میسنجد کنی طاقت میکنی مینه. گاها مال دوست داشتن میمرد زنی دوست داشتن میمرد فرزندی دوست داشتن میمرد صبر میکنی مینه. حضرت ایوب بین الحمدلله 18 سال کسلی بیماری خودش پیغمبر بود موجب دعوات بود دعاش اجابت میشد لیکن الله 18 سال بیماری را دادش تمام وجود شکرم فرا گرفت. 18 سال بالای تخت سنخا رفت مثل ما شما بالای دیوانی ملایمک نه ما شما سر بیمار شد بیچاره بچه ها 6 تا کورپت میندازه با بالای دیوانه که ملایم ده خواب میرید بالای تخت سنگ 18 سال خواه رفت. همسرش رحیمه یک دختر رحیمه مون همین رحیمه را گفت که گفت ایوب و تو پیغمبر یک دعا نمیکنی خداوند شفاعتیه. گفت که زنک جان گفت بگو ما چند سال در عیش و عشرت گشتیم ناز و نعمت درش نه 80 سال گفت من نخوام که 90 سال خدا من عذاب کرد. انا صبر خدا میسنجد. اگر خدا خواهد بی صبر باشید در از روی خدا شکایت نکنی. بعد من چی گناه کردم که من خدا دردم داد؟ من چی گناه کردم که بچه مرد؟ من چی گناه کردم که خانم سوخت؟ عزیر پیغمبر گفت الله سبحانه و تعالی ای عزیر پیغمبر بود وقتی که گفت من بر تو بلا یگان بلا مبتلا نکنم با خلق از روی من شکایت نکن چنانه که گناه تو را میبردارم پیش من فرشتان شکایت میکنم که او زرنی گناه کرد نمیکنم سخترت میکنم میپوشمت تو را هم از روی من شکایت نکن. این عتاب به همه ما شما است.
باید که انشاءالله سرت مثبت بیاید. خدا قرآن میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الله مع الصابرین. خداوند با همراه کی است؟ صبر کنندگان است. صبر میکنی، طاقت میکنی، انشاءالله خدا قد الله مشکل تا آسان میکنه. الله هر گونه سنجش ها دارد، امتحانات دارد، در امتحانش میپرتاید. تماشات میکنه الله که چی کار میکنی. پیغمبری بزرگوار محمد صلی الله علیه و سلم بین یگان حیات شیرین نبرد، دائم چی بود؟ در عذاب بود. تمام کافرها بیچاره را میزدنش، تهمتاش میکردن، بهتاناش میکردن، صبر میکرد. الحمدلله طاقت میکرد. اگر اون مصیبت ها بالای ما یک لحظه طاقت کرد میتونیم. مبادا با شما خدا یک قومی بدبخت، قومی سرسخت اگر مبتلا کند میگریزیم میریم همون. محمد یک پا ایستاد، الحمدلله غلبه کرد. خانه کعبه که میبینی 360 خدای باطله بود، بودها بود. وقتی که فتح مکه شد محمد یک شعار کتی بوتا را میگه بطیاقش میگلتاروند. استعیذ بالله و قل جاء الحق و زهق الباطل و قل جاء الحق و زهق الباطل. هر یک بوده که در دن خانه کعبه بود بطیاقش میزد و علومش میکرد، همین آیت میگه تلاوت میکرد. وقتا که حق آیت ناحق باطل میشد انشاءالله خدا خواهد. محمد نقلب اومد. اذا جاء نصر الله، اذا جاء ربین و اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. وقتی که فتح غلبه بیاید آدم ها گروه خودش ایمان نمیاید، اسلام قبول میکنن. گفت فوج ده گروه اسلام قبول کردن. الحمدلله. لیکن محمد با یک پا چکر استاد، با یک پا سعی کرد، کوشش کرد، حرکت کرد. الحمدلله. ما اکنون امروز یگانه نفسامونه انشاءالله زور مرسده کن انشاءالله خدا خواهد. نفسامونه انشاءالله خدا خواهد داریم. نفسامونه زور مرسد انشاءالله خدا خواهد. انسان دو نفس دارد عزیزان من، نفسی بالای نافی، نفسی زیر نافی. اگر دو نسل غالب بیایی انشاءالله نجات دو دنیا هست، شرمنده هم نمیشه. نفسی بالا چی؟ انشاءالله خدا خواهد از خوردن. حال میگن کن نفسش بده و هیچی سر نمیشه، میگن نفس بد. میگم 4 کلیکم در دهنش تقده ای جانه سر بکنن. همین آدم مردم به حاد میتین. نفسی بالای نافیدم انشاءالله خدا خواهد زور مورست انشاءالله غلبه میکنیم. وقتی که قانع باشیم انشاءالله خدا اندک چیز که دی قناعت کنیم انشاءالله خدا خواهد. نفسی زیر نافی چی؟ زیر نافی اگر غلبه کنیم نجات دو دنیا هست انشاءالله، سعادت دو دنیا نمیرسیم. این نفسی هست از زنا اگر خونه داریم، نفسی بالانگی از حرام خوردن خونه داریم، عرق، گوشت خوک. این نفس هر اشتها میکند. میخواهد که هر روز یک دختر باشد نزدت، اشتها دارد یا نمی؟ اگر ما انشاءالله خدا خواهد این دو نفس اگر جلو زنیم، لجام شکپیم، لجام شگیریم، انشاءالله دو دنیا نه سعادت من میشیم. هرچی هم شرمندت میکنه دنیا نه. ایشون هم زورت نرسید شرمنده میشی و ایشون هم زورت نرسید زنا کردی، مبادا در دست خوردی، فکت و رقم شدی، شرمنده دو دنیا میشی. یعنی می همون گناه با چه قدر پول و مال میکنی، با چه قدر پول و مال، با چه قدر ترس و لرز میروی پیش همون زنا، یا هم تو آشکارا میروی.
چقدر ترس، چقدر لرز که تی میکنی، لیکن اگر فقط چلی شرمنده میشه انشاءالله. خدا خواهد. برای الله سبحانه و تعالی برای ما شما زن داده است. همین زن انشاءالله خدا خواهد برای ما شما چیکار کرده است؟ حلال کرده است. الحمدلله. همین دختر تا شوهر به دادگی باشه، زن تا بگوش، همین شوهرش محکم کپد. همون نفسی اگر انشاءالله خدا خواهد شوهر قانع باشد انشاءالله به هیچ کس نگاه نمیکند. یک دختری خدا ترس از موعظه شنیدم، زنها موعظه دارد، میگه ای زنها شما چنان بدبخت هستی که شوهر دست سیر نیست. تو زیباگی تو فقط برای کوچه میکنی، تو زیباگی تو فقط برای مردم میکنی، حالا اینکه زیب زن در خانه است. عزیزانی من میگه تو کرته های قیمت بهاشه، او گوشوارها رسمان های چلاگیشه، اون خدا خواهد خاکاشه، اون کرسکه هاشه، میگه پیش شوهرش کند که تا که شوهرش به دیگر زنی بیگانه باز اینا میل نکند. لیکن روز افسوس زنهای ما شما فقط زیباگیش در توی است، زیباگیش در بازار است، زیباگیش در کوچه است. بعضیاش اتور میزند تا 1 کیلومتر بوش میرسد، نگی پیش شوهرش اتور نمیزند. شوهر ندوال نی، سر نیست از زنی خودش، مجبور میشود با چیکار کند؟ راهی فساد زیرنگی ناف و نزورش نرسیده با چیکار کند؟ زنا کند. عزیزان من بعضی با زنها را من میشنوم، بینید اینا نیوز موضوع نفس است. شوهرش میگفت است که مال زنا کو کاری کرده با زن نگیری. این دشمن بینه با سبب او زنا نفس نگه نداشتنش، با سبب او زنا میدانی 3 کار با وجود می آید. و فی زنا 6 خصالین، در زنک بازی 6 خصلت است. 3 فی دنیا، 3 تاش همین دنیا است. 3 تاش یکم عمری شوش کوته میشه و به خبره. خدا اگر 80 سالش داشته خدا اگر 50 نمیمورد. دوم جنایتی که این کار میکند در همین دنیا هست، خدا از خاندانش برکت میگیرد. اگر میلیاردر باشدم بانکرات میشود، میلیاردر باشم بانکرات میشه، چون خدا راضی نیست، پیغمبر راضی نیست، محمد صلی الله علیه وسلم. خدا گفت استعذ بالله تقربوا الزنا فانه فاحشه و ساء سبیلا. خدا میگه ای مردم با زنا نزدیکی نکنین. این راه چی است؟ فحش است، راه خاری است، راه بد است. سیوم چیزی که خدا در همین دنیا میتید، سیما و صالحین گفته که خدا آدمان نور دادگی است که از نورش آدما سیر نمیکنن، همون نور تا خدا میگیرد، به نور میشوی. ولی با همون زناگرا با زناگرا را میگن که هم نحساریه چه روش خشته ای نه، خداوند همون رو تنوی نور شد. این نور مخصوص خدا میته این نور برای کی؟ آثار عبادت و طاعت و روزه و نماز و زکات و حج. الله مخصوص این نور خودش میتید، همین نور تا میگیره. خاندان نور نمی بخری رفته. انا نفس اگر انشاءالله خدا خواهد زور درسد انشاءالله نجات میابی. خدا قرآن دا چی میگد؟ سوره انشاءالله خدا خواهد شمسنده قد افلح من زکاها و قد خواب من دساها. قد افلح من زکاها، با تحقیق نجات یافت کسانی که پاک شد، این نفس نزورش رسید، زیانکار شد. نگد کسی که خار شد، ذلیل شد، کسی که این نفس نزورش نرسید. از نفس غالب اومدن در کجا بوده است؟ بزرگان اسلام که از نفس غالب اومدن وقتی که انسان طاعت کند، نماز 5 وقت خوند،
قرآن تلاوت کند انشاءالله خدا خواهد، پیوسته با مسجدی باشد، طاعت عبادت دائم به ذکر تلاوت باشد، نفس خار میشد است عزیزان من نفس خار کردنش، نفس انشاءالله لجام زدنش در کجا بوده است؟ ببینید اگر برعکس این شود، از نماز دور شوی، از عبادت قرآن و تلاوت و ذکر دور شوی، نفس فربه میشد است انشاءالله خدا خواهد. نفس بالای شما غلبه میکرد است. غلبه که کرد نماز نمیفارد، غلبه که کرد مسجد نمیفارد، غلبه که کرد نفس صحبت علما نمیفارد. ولی اگر ارتیست بیاید همت میکوچی خدا خواهد انشاءالله. بعد یک سوق یک ارتیستی نامدار اگر مبادا یک بیارد، لیکن اگر در ریان خدا خواهد یک عالم اگر بیارد همت میگریزی. انا نفس. پیغمبر بزرگ چی میگن؟ امروز نفسا را بینید شما، امروز جوانای ما شما را بینید، اگر دموکرات بگیم که 32 سال شده باشد، 32 سال است که دم نمیگیرن. یا نمی نه زنش در کار است، نه خانهش در کار است، نه بچهش در کار است، هیچ در کار نیست، فقط رسی 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 رسی. نفس نفس نفس. این نفس هیچ وقت سیر نمیشود، آمدن شود. این چشم انسان هیچگاه سیر نمیشود. چشم تنگ دنیادار را دو چیز میکند پور، میگه شاعر، یا که قناعت یا که خاک گور. این چشمی که تنگ دنیا نظمین است، اینا فقط دو تا چیز پور میکنه خلاص. پیغمبر بزرگ چی میگن؟ لو کان لابن آدم وادیا من الذهب احب ان یکون وادیان ذهبا. ببینید اگر میگه الله سبحانه و تعالی به فرزند آدم در یک وادی میلیون یک قشلاقی وادی شیار وادی میگه، اگر تیلاتیش یک وادی یک قشلاق رو تیلاش دیا با چی میفتست؟ ان یکون وادیانی مفتست که کاش که خدا واقعا دو تا وادیش کنه، همین خزرکلاق هم تیلام کردم بتیار. امروز در خانت خدا خواهد انشاءالله $100,000 زیر کموندگی هستی، لیکن میترسی یا نمی؟ اقلا تاوه خورده شکر کنی، نه خورده خریم چی اول انشاءالله بهش پیشی بچه کشن زنکم ده بیستم، انی بچه یکم یک تربیه کنم، انی پدری بیچارم 70-80 دورمد محتاج امروز خدمت منای بیز 1 سال 2 سال حیاتن خدمت کنم گفتن، فقط پول خلاص. ما میدونیم که پدرها مرده رفتن، بچه ها شلاق نداره، این شرمندگی، این عیبه. ولی خدا خواهد تو هم ممکن میشه. بیچاره پدر به یک امید کلام کرد. پدر میگه در پیرکی در کودکی گیرد دستی پسر، با امیده که در پیری گیرد پسر دستی پدر. امروز برعکس شد، دستی پدر رو خالی بیچاره ها، دو چشمکش در ایستادگی، نه یک درو خاندان نونی خوبه، نه یک افقاتی خوبه، نه یک چای و نه یک چیزی خوبه بیچاره. فقط ما نفس کتی گشتیم. انشاءالله بعدی سرش بعد پشیمون میشه که چی افسوس. برای همین اندکشم سیر کن، شکر کن اندکشندم. هوای با نصیب بود که نمیخریش، نکند الهی کو و هم از سرد میمونه. شکر که بیار انشاءالله خدا خواهد پیش بچو کچه 1 سال و 2 سال. امروز بین من چنان در غضب میشم که امروز عروس گرفته ساده 1 ماه عروس فقط بدی 1 ماه بعد برای که پلی افته بیا تو ساعتی زن میشی. انا چنان ما انسانی چیم، از فاشیست هم بدتریم، از فاشیست هم بدتر که 1 سالک بیچاره بشینه و دختر یک آشنا شود، از بوی یک دیگر سیر شود. نه، پول در کار، پول عاقبت ویرانی بد. این بچه شما میراد تروریسته با اونجا یک زنا میکند،
گه ام خوردگی عروس بگه شاید چی میکند؟ بحث میکند. این ام خوردگی هست اونجا میراد هیچ کس نمیبینش. اونجا فقط چی هست؟ هیچ کس نیست. گویا که از خدا هم ناموس نمیکند، شرم نمیکند، هیچ چیزا را خدا خواهد میکند. این دختری بیچاره که کجا برود؟ سوال من جواب بیاو. همین نفس است. همین نفس است. نفس نه دختر زورش نرسید مجبور چیکار میکند؟ با گناه دست میزند. نه که در گردن نیسته میشه او گناه. حیات از یک خوردن عبارت نیست. حیات نبرار. زندگی فقط آش و گوش و نون نیست. زندگی با چی دارد؟ شیرینی ها دارد. مرد و زن یک جایگی دارد. خودت انشاءالله خدا خواهد یک ماه بزن کرد امروز جوان هستی خدا خواهد زنت اگر اجازت پرسه که مگاد یک هفته اجازت من همین خانم دا برم خدمت پدر مکنم روزی میشی؟ در مردن روزی نمیشه. در جوانیت با وقت چی میموندی؟ یک ساعت میروی اتیت میبینی اپتا ندگشته بیا. امروز که بچه یک تا فکر که بچه یک تا زن دادی و بچه یک خدا خواهد انشاءالله از زن بیزار پرتافتش برفت. این دختر چیکار کنن؟ 15 تا با خواندن خوجه میشد. در سیدای ما نیسیست داملا جان تلفن کرد با مادرم گفت زن نشیدست است. 15 تاش بسر من داد که کدی گفت زدی ما تو تلفن تقنی کجا در اومدی؟ بچه یک تا بیار خیلی جا نمیدره. بچه رفته 3 سال 5 سال 10 سال گم تلفن بازی نمیکنه بلکه گفی ما برای شما سخت میتابد. لیکن فکر کرده بین اوی کرده بین امروز تمامی ویرامی ها، تمامی زناگری ها، تمامی بیشرمی ها، به حیاگی ها مرد زن ندیدنش زن مرد ندیدنشه. الله نگه دارد. خدا پول گفته خدا نپرتا این پلای سرت میماند. خدا رازق است از یاد نبرار. رازق رزاق گفته که خدا صفت دارد. خداوند شما را از رحم مادر دادنی بچه‌دان مادر درست نمیتیالی تا از دنیا برفتن تا رزقت ابدیه. ولی ما شما بترسیم خدا تو که $10,000 دارد کم شد یک زده رفتن نکن. بینید انشاءالله خدا خواهد یک مثل ما شما یک زن واری قوت نداشته. من یک زن برای شما مثال میارم. یک زنی که خدا ترس صالحه. بینید رابعه عدویه گفته که در تاریخ یک زنی خدا ترس گشتگیه بلکه از ماندم تقواش بلند بود. از ماندم تقوای بلند داشت. دیگه در یک مرکه 6 تنه میخیل زنها همه جمع زدن. یک چی بود؟ خیر روزک شایی بود مرکه بوده. همه بیبه رابعه عدویه هم در همون میگد مجلس اشتراک میکرد. بعد همه گفت زد میگد قیمتی شد از مفتسین کو اوکراین جمع شده که تمام قیمتی میشود فلان میشود ارده زرکن در کار گندم گورکن در کار نوزن بیله رزق خدا میتیه. هر یک تا شکایت کرد. ما میگیم که ما به رسیه میمریم. ما اگر رسیه نباشه تمام بانکرات بشه. استغفرالله. این رزق خدا برای رسیه گفته دادگی نیست. چه رسیه رزق همینجا نم های انشاءالله رزق خدا خواهد. الله سبحانه و تعالی آدمایی که رسیه در خیالش دیگه نیست. میلیاردره امروز 6 ماشین داره. پیامبر گفتن که هر یدک انزل الیک رزق دستات جنبون رزق تقدمته. و بیبی رابعه سوال داده که شما یگان گپ نمیزنی؟ حضرت جان یک گپ زنی شما. تا من یک گپ میگم فقط گوش داره خوب گوش داره. احمد کفر رفتی جخیدی فلان میمری فلان گوش کن. من میگم که اگر خدای تعالی تمام زمین آهن کنه میدونید همین زمین خاکه خدا گفت با آهن مبدلش کنه آهن شوه. خدا از آسمان گفت باران
نبارد، باران نبارد، فقط گفت سنگ بارد. روی زمین گفت سنگ بارد. اگر در تمام دنیا بودگی بعد آدم ها بچه ایمان باشد فرض کنی گفتن همش بچه ایمان همش که بیمار رویدگی باشد میلیارد آدم ها من انمو کمپرونه میکنم خدا رسشه میرسونه گفتن. چونکه خدا قرآن دا وعده کرده که رزق شما را رسوندنش در ذمه منه. حتی خدا میگه استعیذ بالله مر اهلک بالصلاح لا نسألک رزقا نحن نرزقک والعاقبة لمن اتقی. ای گفت بندم اهل و عائلت با نماز امر کن. بچه تگو نماز خونه، دختر تگو نماز خونه، کلین تگو نماز خونه، زن تگو نماز خونه، عائلت نماز خون شوه. لا نسألک رزقا ما ایت رزق نمیپرسیم، نحن نرزقک ما رزق میتیم. ای بندم ما رزق میتیم، تو رزق غمش نکن که بچم نماز خون شد بانکرات میشم گشنه میمونم. نگو اینا من آفر انجینیر انسان کی هست؟ الله هست. تو ببین الله با تامین کننده چی هست؟ انشاءالله رزق هست، تامین کننده حیات هست. هیچ کس در دنیا گشنه نمیموند عزیزانی من، کمی بیشه الله میرسونه. شاید میگد بینین بر سری هر یک لقمه نوشت عیان. خوب گوش کن منه. یک لقمه را از نان کندی و در دستت گرفتیش، همین لقمه را چی بده؟ بر سری هر یک لقمه نوشت عیان این لقمه از فلان ابن فلان. در باش نسبه که این یعنی لقمه موجب الله پسری احمد است، در بالاش نسبه است. هیچ لقمه نآید در گلو تا خدا نگوید فدخلوا. نبینه همین من در دهنم انداختمش، هوای در معده من نمیرفته تا خدا فرمانش نکنه که درو. هوایم میگن برادر ازبکان میگن که یوت کردم منه که چای نگرم گمانده گفته که وای همون دردنش برفته که حساب بده ممکن در دهنه که جانن نبروید، ممکن گلن تمگیره و او چه دور. هوایم خدا امر بکنه بینه عزیزی من خدا دراشگاه ندور مده با چه رزق نتن نمیتیم. الحمدلله امروز رزق به درجه بلند رسید. همه خاندان پری نان و گندم است، همه پری میوجات. این لباس ها را بینید. از اگر لباسی من خدا خواهد حساب کند همسرم خدا خواهد 100 تا لباس است. این چی از نعمت است. این ماشین ها را بینید انشاءالله خدا از خانه پیاده نمیگردی. حالا خیلی است که تلفن میکنید خداکش میآید تاکسی تاگی داره کرد با نگو اگر برداشته سوارت میکنن بیا چی پلچه گیرم کجا میری خدا خواهد تاشکم برفتیم ونگست در یک روز خدا خواهد دنیا چک زده میایی یک جان در درد نمیمونی. دورهای 40 سال پیش از این خدا خواهد ما به تراکتور میرفتیم، تراکتور کردیم 80 سالا تراکتور کردیم آدم رشتون میرفت ماشین نبود. الحمدلله ماشین گریزه‌ای که آدم‌ها می‌رفتن. امروز الله سبحانه و تعالی هر یک خاندان ده چی است؟ ماشین. هر یک خاندان صاحب دولت، صاحب انشاءالله خدا خواهد لباس و شکرانه بجا کن. اگر نفس دار انشاءالله خدا خواهد نفس اگر بداری انشاءالله نجات میابی، الا نه خدا خواهد. خدا میگه در سوره انشاءالله خدا خواهد نازعات و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى. کسی که میگه بترسه از مقام خدا که روز قیامت پیش محکمه سود خدا نمیستی. خدا نگو ای زناگر خیز، ای دوست خیز، ای قمارباز خیز، ای زناگر خیز، ای آدم کش خیز. میگه کسی که از مقام پیش خدا ایستادن ترسد. خاف مقام ربی که پیش خدا نالی میستم خدا منم میپرسه صوتم میکنه گوه بترسه. میگه و نه نفس عن الهوا و این نفس میگه از هواش میگه من کنه. میگه از چی؟ از معصیت، از گناه من کند. تفسیر حسینی باید کاشتن که از یعنی گناه من کند.
خودش دارد از گناه کردن، انشاءالله و چی میشود میگد؟ انشاءالله نجات مییابد. و هیم جایی میگد این گناه انسان ها چیه؟ میگه الله جنت خدا خواهد انشاءالله. جنت جایی کی بوده؟ و نحن نفس عن الهوا فان الجنت هی المأوا. اگر میگه نفسات بداری خدا من تو در جات جنت میکنم بندم، جات مکافات انشاءالله موبیلیه. پس همون جنت خدا خواهد جای شما هی. من امروز بعضی خدا خواهد دولت دارارم بین، حکومت دارارم بین، نفساشون ندانیست است، شرمنده شده است. کو میبینی؟ خدا خواهد در اینترنت ها میبینی، در آینه های جهان نما چندیش نشان داسته. نفس که زورت نرسید شرمنده میشه. کی در کار؟ اندکش قناعت که عزیز میشه. پیامبر میگن که من قنع از من طمع ضل. کسی که میگه قناعت میکند عزیز میشود، کسی که میگه طمع میکند خور میشود. انشاءالله اندکشم خدا خواهد صبر کن تا خرج کن الله سبحانه و تعالی انشاءالله زیاده میکند. و این لشکرتم لازیدنکم. خدا میگه اگر شما شکر نکنه من زیاده میکنم بندم. ده هیچ دلگیر نشو میگه من زیادت کرم میتیم. نفس بینش چونین شاعر شعر نواردستش. چون شترمرغ چون شترمرغ شیده این نفس. بینین همچه یک شترمرغ میگه نفس، نه کشد باد و نه پرد در هوا. این میگه نفس همین خسته که میگه یک مثل شترمرغ میگه، نه میکشه بالا میگه نه هوانده میپره. چون که اینه که خوردن که گرفتی چی میشه؟ بعد نه پردگی میشه، به آبرو بشوی، به قدر میشه، به قیمت میشوی. همین نفسی پایینه در زنا کردن سکو مردم از بازی میبرارد یا نمی. اگر شما گن که همسین باشین 20 و 25 و 30 در بین تو یک زناگر باشد آیسته آیسته همه از بین میگریزی یا نمی. یعنی پگه میاد یا دختری من دگه هم میپرتید یا زنی من دگه هم میپرتید. آخیر بیکار میشوی، بے قدر میشه، بے قیمت میشه. این گناه میخواد از عزیزان من. گناه انسان بے قدر و بے قیمت میکند بین مردم، بین جمعیت. الحمدلله بین جمعیت هم بے قدر میشی. همه از گناه بیزار است. این حکومت هم از گناه بیزار شده است. گاه ها ما رو میگه همین حضرت میگه بیشتر گیر در همین رقی گناه. این شرمندگی ها از چی است؟ از همین گناه است. به آبروگی آسی است، از نفس نداشتن است. گر بو پرگویم گوید اوشتورم. میفته که نفس یک بار پراخی بالا یک آسمون پراخیتم، میفته که من شتر هستم چخیل پرم. بینین گر نیهی بارش بگوید طایرم. مبادا میگه بارا باش کنیم من میپرم میگه این نفس هم میخیله. اگر پراخی ویش میگن که میگم من شتر هستم کجا پرم آخی شتر پریده میتونه میگه. وقتی که بارش کردی میگه که میگم من میپرم. این نفس دیدی بدبخته تا چه اندازه برای ما شما. خب چون سیاهی و زهر و رنگش دلکش است، لیک طعمش تلخی بویی ناخوش است. لیکی رنگش یک دلکش آریه، لیکی طعمش بوش بینیاد ناخوشه. وقتی که اون کار که میکنی بعد کار که فقط شدی ناخوش میشه. طوره می یا که پاره گرفتی و در دست خوردی، یا که سال یک پول دادن که خدا خواهد یک جا آباد که زری خوردیش بعد فقط شدی. از تو ناخوش آدم نیست دنیا ده. افسوس میخوری، ندامت میکنی، لیکن چی سود؟ برای همین همه چیزا کارن خدا خواهد چکار کن نکن، در وقت انشاءالله فکر کردن نکن. وقتم شده است عزیزانی من. انشاءالله الله فرصت یاد خدا خواهد جمعه های دیگه هم صحبت میشیم. برای همین هممون انشاءالله خدا خواهد
این نفسی که انشاءالله خدا خود بیان کردیم، حتی نفس علماها 7 نمود نجدا کرگیان. 7 نمود عزیزان من. این نفس به نهایت موضوع بلند است، افسوس که وقت ما گنجایش نمیتید. به شما عزیزان هم صحبت شیم، لیکن انشاءالله خدا خواهد حرکت میکنیم در دیگر دایره ها هم این نفس انشاءالله خدا خواهد تحلیل کنیم بین مردم تا اینکه بفهمن، چون که اکثری گناه از نافهمی است. همین جوانای ما و شما گناه میکنن اکثرش نمیدوند، برای همین در یک 6 تاتون خدا خواهد میشینه هم صنفا الحمدلله، لیکن که در 15 یک بار چای خونه میشینه اکثری هم صنفا، یا که در توی هاتون میشینه، مرکه هاتون میشینه، همه بارند خدا خواهد روشنی اندازه. باره زنا نگوین انشاءالله خدا خواهد. زنا همچنان خصلت ها داشته است، عاقبت همین بده است، یا که نفس نداشت عاقبت همین بده است برادر. برای همین قناعت که انشاءالله صبر کن، داد و نادادی خدا را شکر کن، انشاءالله خدا خود عزیز میشه. الحمدلله به عدد شکر. دنیا را هم جمع کرده کجا میبریش؟ گوی چی؟ من میلیاردر شیری امری نکی بریدن نون نخره انسان. هم طرز یا بریدن نون همه ما نصیب کند. من نمیگم که شما بای نشه، نکی باشه، نکی باشه دومفته عبادت ای دست نتی، آخرت ای دست نتی، آدمگری ای دست نتی. ولی بعضی با کلوتوی است که سپشکه در دستش کله زدگی بیچاره کامبر گیر و سلام نمیکنه. همین نفسه. یک میگه جوان پیش یک خانه میدرد، همه میخیزد و نمیخیزد. پیش میرون میگه چی نمیخیزی تو؟ میدونی من کی هستم؟ تو کی هستی؟ میگه من چندین آدم کلش گرفتم. اوه کلش گرفتمی؟ تو هیچی نکرده، من نفس شکستم. همین نفس کلش گرفتم من الحمدلله. تو هیچی نکرده. این نفس میخلاص، غرورت پیدا میکند، شجاعت پیدا میکند، فخر به سپشکت میکنی، فخر به کپتیوت میکنی، فخر انشاءالله به موشینت میکنی، فخر به دنیات میکنی، بیچاره رو به پسند نمیکنی. این حرام است برای مرد و عیاد نبراد. برای مرد سپشکه، کله تیلا، گردنبند تیلا، دستمونه تیلا حرام است. این مال زن است، این کلوتوید نیست. این طرز نشانه پولداری نیست. داری خودت حسابش میکنی، یک کس نمیتیش داری خدا خواهد صبر که طاقت که خدا خواهد رای خوب نصرف بشکن انشاءالله. اون سپشکل فروش خدا خواهد 6 خلطه آرخر 6 تا خدا خواهد انشاءالله کم بغل تی دعات کنه با 600,000 خدا که گردن میتیه. این دنیا جای فخر نیست عزیزان من. کسی که فخر میکنی خدا خارد میکنه. من ببینید یک زنجیر است دنیا ده، این عایشه مادر موری حدیث است. یک زنجیر میگه طرفی آسمون ده است، یک زنجیر میگه زیر زمین ده است. کسی که کبر نکند، تکابری نکند، فخری مال دنیاش نکند، این زنجیری بالاگی سرش بالا میکنه است، هم حرمتش میکنه است. مبادا اگر فخر با مال دنیاش کند، زنجیری پوینگی میکشید استش، خورش میکنه. حتی آدمای کبر و من کننده و فخر کننده روز قیامت بر حالت مرچه در محشرگاه زیر آدمان مونده میره، چون که فقط خدا نخواسته. ما نخواست نیست به یک تا ماشین چمو بگیم که یک خانه تیلا داشتیم که این فخر نیست. ما باید که خاکسار باشیم انشالله. میلیاردر باشیم السلام تو گم نکن، السلام علیکم، سلام هم قرض است، علیهم کم قرض است انشاءالله خدا خواهد. آدم و آدمگری ای دست نتیم. حال میگن که عالم شدن آسان است، آدم شدن مشکل است. خواندنگیری عالم میشه خدا خواهد شد، لیکن آدمگری نداشته باشی عالم چی در کار؟ معامله با مردم نداشته باشی، معامله با عائلت نداشته باشی، با هم محلت و هم قشلاقت نداشته باشی، و چی در کار آدم متری؟ برای من الله سبحانه و تعالی همون انصافتیت خدا خواهد. از کبر، از منمنی، از شر شیطان لعین، از نفسا انشاءالله زورا مرسد خدا خواهد. ما نمیگیم که شما بای نشین، بایشین انشاءالله خدا خواهد، خانه زیبا سازین، لیکن فخر نکنین. ما نمیگیم شما راستی برین، لیکن پدر تایاد نبرار، مادرک تایاد نبرار، زن تایاد نبرار. زنکات بیچاره ایماندز کار کرده گشته است در کوچه. من میپرسم که برای چی خواهر شوهر در رسی است؟ میگه پول نمیفرسوند.
برای چی نمیفرسند؟ ها یک غرغر کردم گویا که اینا چیکار میکرده است؟ تنبیه میداد است. این مردی نیست. او در بکله گرفتیمی او زنه تو میپویش، زنک نه. زن یک تا هنر دارد. گفتی فردوسی بزرگ زنها را بس از یک هنر نشینند در خانه و زاین شیران نر. هنرش همون خواهی هنری من و شما چی؟ خدا خواهد مردی کاریه میبونیم کار میکنیم میپویمش میخورونیمش میپوشونیمش. این وظیفه من و تای نفقه برای ما شما فرض کرده الله سبحانه و تعالی، برای زن نه. از خدا بترس. زن خور نکه خور میشه. ولی بعضی میگن که همین زن اگر باشه تیمورا سر زن میگیرن. خودی که زن پایسته شده در کوچه شانه کرده فلان چی میمره خدا خواهد انشاءالله. آدمایی که سالها دیده زن نیست. او زنم عقل داره که دیده ساده حیات زندگی ده دیده سه میدونه که زنی میدونی، زنکشی میدونی، بینونش میمونی، میدونی خدا خواهد معامله نداری. پیش ساله میگه یک جوان همین دوید بیچاره در یک سال بزرگ یافت. به چی پول پورا میای بازی از با وعده میکنی کوارتیرا کپتیوا. دیگه زن همین خلاص میگه ماشین خرید میتیم، خانه زیبات کرد میتیم، بعد هم میگه قول میمونه الا نه چندین بیورا ما رفتیم میگه حتی خانه جدام کتیا دوا که از شهری فرقانه خانم خریدت یاد بعد بگیریمش. او زنی بیچاره اوله که خدا خواهد انشاءالله گفتی شما که با نمره بدوست کرده کنده زنش گفته با بیچاره را چی مزامتش میکنی و بیچاره خوب لبیک گفته میشه. اینا نمیشینن لبیک گفته، اینا خدا تروریستن، اینا دنیا را میدونن چیه چیکار کرده به دست گرفته بازی دارن تا میدونن. برای خدا از هم اولش نمونه. همه موسیقی دو میگن که همین زن پیشتر بریم. سبب چی که خور نشیم، زار نشیم عزیزانی من. برای وقت هم شده است. الله سبحانه و تعالی همه ما و شما را خدا خواهد هدایت کند. البته از این صحبت ها امید میکنیم که همه ما بهره میبریم. الحمدلله من شبها شب خدا خواهد ترابیش دست است. البته گجای نباشین ترابی اشتراک کنین چون که ختم قرآن است. 30 روز ترابی کسی خواند بالکل قرآن ختم کرده که ثوابش در نامه اعمالش نیست میشه عزیزان من. الحمدلله شب کاریا گجای که نباشن خدا خواهد حرکت کنی سعی کنی چون که شب زنده داردنم سنت است. الحمدلله این ترابی هم سنت است. الحمدلله بیاد شکر اندک محمدتن کو نیمش برفت نیمی دیگر مون همینا مکه دست نداده هممو الحمدلله با یک خرسندی با یک چهره کشاده با یک شادی انشاءالله خدا خواهد این روزا را گذرونیم تا که الله از ما و شما راضی شود. انشاءالله کاری کنیم که خدا انشاءالله راضی باشد. شاعر میگه گر شود مولا از بنده راضی با او یار است استقبال و ماضی. گر شود از بنده مولا آزار همه در دو عالم است بیزار. کاری کنیم که اگر الله ناراضی شد همه از ما و شما بیزار میشد. برای همین بعضی در شبها خیر دارن الحمدلله چی هر شب آب آورده دستشون برای تامین کردن خدا خواهد. همه مسجدها ما شاهد هستیم انشاءالله خدا خواهد درای خدا گاه میبینیم که برآورده آورده موندن فقط برای دعا. البته خیری انسان ها را همش الله به درگاهش قبول کند چون که تشنه را آب دادن واجب است عزیزان من. واجبات ایمان 12 باشد یک تشنه را آب دادن واجب است انشاءالله. اینو میدونن بچه‌هایی که واجب انشاءالله بدنش امر خدا هست ثواب دارد انشاءالله خدا خواهد. از همین جهت گاها خیر و احسان دارن الله به درگاهش قبول کنه. خرماها چی دیگر ناز و نعمت ها البته کم نشن چون که انشاءالله تین الله میتید خدا خواهد انشاءالله. به یک دست میگه به یک دست جمع کن. تو باش مثل پیشه مباش دایم به طرف خود متراش. تو مثل اره باش گاه با پیش و گاه با عقیب باش. اره واری شد یا گاه خورون گاه قولش کن فقط انتش کر نگی انشاءالله گاه خوروندش هم بسته انشاءالله عمرتون روزتون زندگیتون حیاتتون الله برکه میته انشاءالله خدا خواهد.